از اون موقعی که یادم میاد هر چیزی که مثلا دوست داشتم بهم هدیه بدن میگفتم آقا من خودمم چیزی که روشن نشه واسه خودم نمیگیرم، باید برقی باشه، دیسپلی داشته باشه که خیلی خفن، یه چیزی به من بدید روشن شه. لباس بهم ندین، لباسم بدین یه چیزی باشه که یه تکنولوژی داشته باشه، یه دکمه پاوری داشته باشه بزنم روشن شه. خیلی این چیزا رو دوست داشتم، گجت ها رو فلان اینا. حالا یه چیزی که جدیدم نیست ولی این دستگیره در خونه خیلی گجت بانمکیه، یعنی هم با اثر انگشت باز میشه، هم پسلاک داره، هم با اینترنت باز میشه، هم پسلاک موقت اینترنتی میتونی واسش تعریف کنی اگه یه موقع خونه خیلی بانمکی. ببین در خونه حالا واسه خیلی اثر انگشتیه، این به اینترنت هم وصل میشه. این که به اینترنت وصل میشه کلی آپشن بهش اضافه میکنه. بذار یه اثر انگشت دیگه‌مو بزنم که پسلاکش فعال بشه. ببین پسلاک فعال میشه، بعد علاوه بر این پسلاک این که به اینترنت وصل میشهش خفنه. الان بهتون میگم. حالا اینا دو مدل داره، یه مدلش هست مثل این به اینترنت وصل میشه، یه مدلش هست آفلاینه، فقط اثر انگشت پسلاک گوشی هم بری سمتش باز میشه. ولی اگه به اینترنت وصل بشه خونه هم نباشه میتونی درو باز کنی، بعد پسلاک موقت هم میتونی تعریف کنی. مثلا دیروز پیروزا بود یه تعمیرکار می‌خواست بیاد، میگفت من 10 تا 11 میام، گفتم من نیستم. بعد 10 تا 11 رو واسش پسلاک تعریف کردم، گفتم ببین مثلا این کدی که بهت میدم فقط 10 تا 11 کار میکنه. بعد آنلاین تعریف کردم، طرف اون کارش انجام داد، بعدش هم دیگه عوض میشه، دیگه با اون کار نمیکنه. آنلاینش این دو تا قابلیت هم داره.